خدا رو شکر سال گذشته در یک چنین مواقعی بود که اینجا که وایستاده بودم گفتم سال سختی در پیش داریم و دیدید که سال سختی رو در پیش داریم. امسال نخواهم گفت که سال سختی در پیش داریم برای اینکه توش هستیم، ولی در یک مسیری خواهیم رفت که ببینیم که این سال سخت رو چجوری باید جلو بریم. حتما اون بالا دیدید خداحافظ جولیات عنوان یک سری صحبت‌هایی خواهد بود که هر وقت فرصت بشه در خدمتتون باشم باتون صحبت خواهم کرد. امسال ما با جولیات‌های زیادی روبرو خواهیم بود. اون دسته از افراد که نمیدونن جولیات کی هستش، جولیات یکی از دشمنان بسیار قوی قوم خدا بود که قوت خودش رو از اهریمن میگرفت، از نسل بنی عناق بود که اینها ریشهشون برمیگشت به فرشتگان سقوط کرده و نفیلیم که وارد اون قضیه نمیشم. امسال ما با نفیلیم با جولیات های سختی روبرو خواهیم بود، هم در سطح ملیمون، هم در سطح خانوادگیمون و هم در سطح شخصیمون. در سطح ملی کماکان ما با رژیمی اهریمنی روبرو هستیم که داره دائم کشتار میکنه و با این جولیات رو باید به زمین بزنیم و برای زمین زدنش لازم هستش که روش‌های به خصوصی رو به کار بگیریم. در حین صحبت هم همینطور اینها رو براتون باز میکنم و وظیفه ما در رابطه با این جولیات گنده این هستش که اون نقش روحانی رو که ملت ما بهش احتیاج داره باید اونجا رو پر بکنیم. این رژیم اهریمنی هست. ملت ما، جوانان ما بدون پوشش روحانی در مقابل این رژیم قرار دارن و این وظیفه کلیساست. کلیسای ایرانیه که این پوشش روحانی رو دور اینها بکشه. بنابراین چه باور بکنید چه باور نکنید، جنگی که داریم در جایهای آسمانی با ارواح شریر در جایهای آسمانی و اون قسمت رو کلیسای فارسی زبان، کلیسای ایرانی مأموریت داره که انجام بده، در حالی که فیزیکال جسمن در کنار ملت ایستاده و شاید نه در کنار ملت، شاید وظیفش اینه که در مثل سپر در مقابل ملت بیسته. و بعد برای اینکه بتونیم یک چنین کاری رو انجام بدیم لازم هستش که یک سری جولیات هایی رو در زندگی خانوادگیمون بیاریم پایین و یک سری جولیات ها رو هم در زندگی شخصی خودمون بیاریم پایین. پس میبینید که امسال سال نبرده. چه بخواید چه نخواید امسال در نبرد ما قرار داریم. ما اغلب در زندگیمون در کشمکش هایی افتادیم، گیر افتادیم، درگیر شدیم که نیروی ما رو تحلیل میبره. تا میایم فکر کنیم که به اونها پیروز شدیم، میبینیم که یکی دیگه در مقابل ما قد علم میکنه. زندگی ما همش ای کاشه. ای کاشی میشد، ای کاش اون میشد، ای کاش اله میشد که ای کاش بهمان میشد. ما باید ببینیم که جولیات های ما کی هستن که باید بیاد پایین. در سال گذشته چه چیزهایی بود که شما گفتید که ای کاش این در زندگی من نبود، ای کاش این از زندگی من میرفت؟ بله، در سال گذشته ما گفتیم که ای کاش جمهوری اسلامی از زندگی ما میرفت، این رژیم منحوس از مملکت ما میرفت. ولی در زندگی های شخصی ما هم یک سری چیزهایی هست جولیات مانند ایستاده و میگیم که ای کاش این رفته بود، ولی هنوز میبینیم که نرفته. خب جولیات های ما عزیزان من اونها هستند. من برخی از اونها رو میتونم به شما بگم، مثلا خشمتون، مثلا افسردگی هاتون، مثلا عادات زشتتون، افکار ناپاکتون، تلخی هایی که در درونتون لونه کرده، روابط ناسالمی که با اعضای خانواده خودتون دارید یا با دیگران دارید، اینها اون ای کاش هایی هست که میگفتید ای کاش اینها نمی بود، ولی متاسفانه وجود دارند. در مسیح اومدیم و در تولد تازه قرار داریم. بله یه مقدار عوض شدیم، ولی آیا اون عوض شدگی که لازم داشتیم بوده؟
میبینیم که نه نبوده. ای کاش بیشتر از این، ای کاش بیشتر از این. و اینها اون چیزهایی است که نوری رو که ما داریم تبدیل به کورسو میکنه. نه کاملا روشن هستیم، نه کاملا خاموش هستیم. و این اون اراده ای نیستش که خدا برای کلیسای خودش داره. اگر ما به افسوسیان فصل 3 آیه 20 نگاه بکنیم، در اونجا یک وعده بسیار عالی هست. پولس میگه که الحال او رو که قادر بی نهایت زیادتر از هر آنچه که بخواهیم تصورشو بکنیم در ما عمل بکنه به حسب آن قوتی که در ما هست. بله، برخی از ما میخوایم عوض بشیم ولی عوض نشدیم، میخوایم آزاد بشیم ولی آزاد نشدیم. علتش اینه که دشمن قوی تر از این قدرت خدا در ما لونه کرده. ولی خداوند برای ما ارادهش اینه که قوت خدا که بی نهایت عظیمه، عظیمتر از تصوری که میتونیم داشته باشیم، در زندگی ما ساکن بشه. حالا که موضوع موعظه رو برای امروز گفتم و هم نتیجه رو، بذار یه قسمتم از کلام بخونم که بهتر از هر موعظه‌ای هست، لااقل در رابطه با اون قسمتی که میخوام صحبت کنم. از فصل 17 اول سموئیل، داستان معروف داوود با جولیات هستش. میگه و فلسطینیان لشکر خود را برای جنگ جمع نمودند و در سکوه که در یهوداست جمع شدند و در میان سکوه و عزیقه در افسدمیم اردو زدند. و شاول و مردان اسرائیل جمع شده در وادی ایلاه اردو زده به مقابله فلسطینیان سفارایی کردند و فلسطینیان بر کوه از یک طرف ایستادند و اسرائیلیان بر کوه به طرف دیگر ایستادند و دره در میان ایشان بود. و از اردوی فلسطینیان مردی مبارز به اسم جولیات که از شهر جت بود بیرون آمد و قدش 6 ذراع و 1 وجب بود. به زبان عبری میگه اما، که اگر حسابش بکنیم میشه 3 متر خورده قد این بابا بود. و بر سر خود کلاهخود برنجی داشت که به زره فلسی آراسته بود و وزن زرهش 5000 مسقال برنج بود. میگه شکل، 5000 شکل. ضرب در 5000 رو ضرب کنید به 11.5 تقسیم کنید به 1000 در میاد به کیلو چقدر بوده. و بر ساقهایش ساقبندهای برنجین و در میان کتفهایش زوبینی برنجین بود و چوب نیزه‌اش مثل نورد جولاهگان و سرنیزه‌اش 600 مسقال آهن بود. دوباره 600 ضرب در 11.5 تقسیم بر 1000. و سپردارش پیش او میرفت و او ایستاده فوجهای اسرائیل را صدا زده و به ایشان گفت چرا بیرون آمده سفارایی نمودید؟ آیا من فلسطینی نیستم و شما بندگان شاول؟ برای خود شخصی برگزینید تا نزد من درآید. اگر او بتواند با من جنگ کرده مرا بکشد، ما بندگان شما خواهیم شد، و اگر من بر او غالب آمد و او را بکشم، شما بندگان ما شده ما را بندگی خواهید نمود. و فلسطینی گفت من امروز فوجهای اسرائیل را به چالش میکشم، شخصی به من بدهید تا با هم جنگ نماییم. و چون شاول و تمامی اسرائیلیان این سخنان فلسطینی را شنیدند، هراسان شده بسیار بترسیدند. و داوود پسر آن مرد افراطی بیت لحم یهودا بود که یسا نام داشت و او را 8 پسر بود. و آن مرد در دوران شاول در میان مردمان پیر و سال خورده بود. و 3 پسر بزرگ یسا روانه شده در پی شاول به جنگ رفتند و اسم 3 پسرش که به جنگ رفته بودند نخست زادش الیاب، دومیش ابیناداب و سومی شقه بود. و داوود کوچکتر بود. و آن 3 پسر بزرگتر در پی شاول رفته بودند. و داوود از نزد شاول آمد و رفت میکرد تا گوسفندان پدر خود را در بیت لحم بچراند. و آن فلسطینی صبح و شب می آمد و 40 روز خود را نشان میداد. اون فلسطینی می آمد و 40 روز خود را نشان میداد و 40 روز قوم خدا در هراس و در ترس به سر می بردند. عزیزان، بسیاری از ما هنوز باور نکردیم که در جنگ قرار داریم و این جنگ فقط برای بدن ما نیست،
برای روح ماست، برای جان ماست، برای اینه که از درون ما رو مچاله بکنه. یکی از مهمترین چیزی که برای ما لازمه، در هر جنگ برای ما لازم هستش، اینه که بدونیم در چگونه جنگی قرار داریم. این اون چیزیه که ما لازم هست امسال، چه در جنگمون در درونمون، چه در جنگمون در خانواده و چه در جنگمون با جلیات بزرگی که در مملکتمونه، باید بدونیم که ما در چه جنگی هستیم. چرا؟ برای اینکه اگه این رو ندونیم، اون سلاحی رو که باید انتخاب بکنیم که با این جلیات، با این دشمن مقابله کنیم، متاسفانه به درستی انتخاب نخواهیم کرد. ما در این واقعه قوم اسرائیل رو در یک طرف داریم و قوم اسرائیل رو در طرف دیگر. من اتفاقا نقشه اینو براتون انداختم، اگه بچه‌ها نقشه رو بندازن روی پاورپوینت بهتون نشون میدم که به چه شکله. این در واقع اون منطقه جنگی هستش که این اتفاق از لحاظ تاریخی درش اتفاق افتاده. در یک طرف ما میبینیم که اون بالا اون کوهستان یهودیه هستش و بعد میبینیم که در این طرفش در افستمیم یا در سکوه، اگه بزنید دگمه رو، میاد نمیاد، نمیخواد بیاد، در سکوه که در اونجا هستش و همینطور در افستمیم که بین این دوتا قرار دارند و اون وسط جایی هستش که اردوی فلسطینیان قرار داره و درست در کوه مقابلش اون طرف اگر نگاه بکنید، یه دگمه دیگه هم بزن حسین جان، بله، اردوی اسرائیل میبینیم که در اونجا قرار داره و یه دگمه دیگر هم اگر بزنی حسین جان، خواهیم دید که اون وسط دره ایلاه درش قرار داره. حالا این بابا هر روز میومد بیرون، با میستاد، هر چی که فوش و بد و بیراه بود به قوم خدا میگفت و قوم خدا در ترس و هراس به سر میبردن. برای اینکه درک بکنیم که جنگ جسمانی نبود، بلکه یک جنگ روحانی وجود داشت. حالا بذارید که برخی از این اسامی رو که به عبری هستن براتون ترجمه کنم که اینها چی هستن. اون وقت قشنگ موضوع حالیتون میشه که داستان چی هستش. اگر بریم سراغ اسلاید بعدی، در اسلاید بعدی اسامی عوض خواهد شد. یهودیه یعنی حمد و پرستش. اون منطقه‌ای که دارید میبینید که این یاروها خواهند اومد و اونجا ساکن خواهند شد، حمد و پرستشه. سکوه یعنی دیوار دفاعی که اونجا قرار داره. افستمیم رو ول کنید. فلسطین یعنی کسی که میاد در جایی که مال خود او نیست ساکن میشه و تأکید واژه بیشتر روی ساکن شدنه. در جایی که مال خودش نیست ساکن میشه و تصمیم داره که ساکن در اونجا باقی بمونه. دیوار دفاعی به وجود میاره که ساکن بشه. حسین جان برگرد که مال اسرائیل رو هم بگم. و اسرائیل هم در اون طرف میبینیم که به عنوان شاهزاده، یعنی قومی که خدا قراره اونها رو اداره بکنه. حالا اگر به نقشه نگاه بکنید، قومی که قرار خدا اونها رو اداره بکنه، در مقابلش جایی رو داره که یه دشمنی رو داره که اومده و تصرف کرده جایی که حمد و پرستش میبایست درش باشه. دیوار دفاعیش رو به وجود آورده و اونجا یک واژه دیگه به اسم عزیقه هست، یعنی قطران خون، یعنی به شکل مرگبار در اونجا ایستاده که این جایی رو که حمد و پرستش هستش کماکان در اختیار داشته باشه، جایی که مال او نیست، جایی که ربطی بهش نداره. و قوم در ترس و هراس هستند. اولین چیزی که باید در زندگیمون عزیزانم از خودمون سوال کنیم این هستش که
در این جزئیات هایی که قرار باهاش روبرو بشیم و همین الانش روبرو هستیم و شاید وجود ما رو از ترس و نگرانی پر میکنه و ما رو فلج میکنه که ندونیم که چی کار بکنیم، اولین چیزی که از خودمون باید بپرسیم اینه که چه کسی بر منطقه‌ای که در زندگی ما باید حمد و پرستش باشه حاکم هستش؟ بسیاری از شکست‌های ما در اینه که جایی که در زندگی ما حمد و پرستش باید وجود داشته باشه اونجا در اختیار ما نیست. وقتی که میگیم حمد و پرستش یک جوری یه فکرای مذهبی وار میاد به ذهنمون، یک شنبه بیایم کلیسا نمیدونیم اله بکنیم بله بکنیم. حمد و پرستش این نیست عزیزان من. حمد و پرستش برمیگرده به رابطه دو طرفه‌ای که ما با خدا داریم که هر روز در حضور خدا این حمد و پرستش، این گفتگوی دو طرفه، این چیزی که وجود داره بین پدر و پسر، بین پدر آسمانی و شما، اون هر روز به شکل قوی وجود داشته باشه. آیا وجود داره؟ اولین چیزی که باید تسخیر بکنید اگر میخواهید که در مقابل این جزئیات ها، مهم نیست در زندگی شخصی و خانوادگی و مملکتی، اگر میخواهید که در مقابل این جزئیات ها بایستید و جزئیات ها رو بیارید پایین، باید اول منطقه‌ای رو که حمد و پرستش در زندگیتون اونو آزادش بکنید. این با شعار نمیشه. بله شعارها چکیده آرزوهای وجود ماست. الان برای بچه‌های ایرانی در میدان ترافالگار وایستادن، منم روحم با اونا هستم و پلاکارت هایی داریم که داره نشون میده که در عمق وجود ما آرزوی چه چیزی رو داریم، ولی این که کافی نیستش که ما اگر جنبه روحانی این مبارزه رو به عهده داریم که به نظر من جنبه سختش هم هستش، اولین کاری که باید بکنیم این هستش که منطقه اسیر گرفته شده پرستش خودمون رو در زندگیمون اونو باید آزادش بکنیم. باید مطمئن بشیم که هر روز من به شکل درست در حضور خدا قرار دارم و هر روز این پرستش، این رابطه دو طرفه‌ای که با خدا هست، منو در جای اقتدار قرار میده که بتونم دعا بکنم و بگم ای خداوند، من فرمان میدهم که دست رژیم، دست تمامی این عمال رژیم مملکتم کوتاه بشه، حتی فراتر از اون. ای خداوند به نام عیسی من فرمان میدم که دستشون در هوا خشک بشه. برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم لازم هستش که منطقه پرستش ما منطقه آزاد باشه که بتونیم در آن اقتدار الهی قرار بگیریم. بنابراین خودمون رو باید از شعارها بکشیم بیرون، باید وظیفه روحانی خودمون رو درک بکنیم و اگر قراره که از ایکاشامون آزاد بشیم، اگر قراره که آزادی واقعی رو در زندگی داشته باشیم، اگر قراره در درونمون بر افسردگی ها، بر خشم ها، بر اسارت ها، بر غیظ و در خانواده، بر روابطمون پیروز بشیم که این جزئیات ها بیان پایین، اولین جایی که باید انجام بدیم به وجود آوردن یک رابطه دو طرفه قوی با خداونده که مسیح جانشو به خاطر اون از دست داد. مسیح جانشو به خاطر این از دست نداد که من در نامش دعا بکنم و در آسمان برای من هی معجزه اتفاق بیفته. نه، مسیح جانشو برای این گذاشت که امروز من و شما در رابطه دو طرفه با خدا باشیم. هستیم؟ باید باشیم. دیگه صحبت از شوخی و خند و این حرفا گذشته. قضیه جدیه. در حالی که در مملکت ما از آن دارن میگن، در اون زیر دارن انسانها رو به دار میکشند و همه اینا در نام خدا داره اتفاق میفته. تعجب نکنید اگر ملت ما به ما هم اعتماد نکنند. تعجب نکنید اگر ملت ما از اسم خدا بیزار باشه، برای اینکه همه اینها در نام خدا داره اتفاق میفته. و امروز من و شما در جایی قرار داریم که باید برای خدامون، برای اسم خدا غیرت داشته باشیم و نشون بدیم که خدای واقعی از این بت‌ها کاملا مجزاست.
این رو باید من و شما نشون بدیم. چجور باید نشون بدیم؟ اگر با این فیگورهای روحانی میخوایم نشون بدیم، ابدا این اتفاق نمیفته. لازم هست در اقتدار قرار داشته باشیم. اقتداری که در زندگیمون خودش رو نشون میده، اقتداری که در روابطمون خودش رو نشون میده. میدونید چه اتفاق میافتاد برای این قوم؟ اونجا گفتم یه دره بود بین دشمن، اسمش بود دره ایلاه. ایلاه یعنی عهد، پیمان. اینا هر روز می اومدن وا میستادن، جولیاته می اومد اونور، هر چی فوش خواهر مادر بود به اینا داشت میداد، هر چی از دم دهنش کفر رو که اینا به خدا داشت میداد و اینا در ترس میلرزیدن. میدونید چرا؟ برای اینکه جلوشون دره ایلاه بود، برای اینکه هر روز نگاه میکردن به دره ایلاه، چطور عهد و پیمانی رو که با خداوند بسته بودن دائم میشکوندن. این اون تاکتیکیه که دشمن همیشه میذاره جلوی چشم ما تا آن اقتداری رو که ما میتونیم درش قرار بگیریم از ما بگیره. چرا؟ برای اینکه دائم اون شکست‌های ما رو در عهد و پیمانی که با خدا میبندیم میخواد جلوی چشم ما بیاره. در زمانهای سخت با خدا پیمان میبندیم، ای خداوند بدادم برس، اله میکنم، بله میکنم، بهمان میکنم. و در زمانهای راحت، چقدر راحت این عهد و پیمانها رو میشکنیم. به یاد بیارید چقدر شده در زمانهای سخت ایستادید گفتید خداوندا خواهش میکنم از این هچل بیام بیرون، نمیدونید چی میشه و خداوند میدونه که چی میشه. این قوم اونها رو میدیدن، الان ایستاده بودن اونجا، دشمن در جلویشون بود، ولی قبل از اینکه اون دشمن رو ببینن دره ایلاه رو میدیدن، عهد و پیمانهای شکسته. و بعد من که چیزی نیستم، من فردی هستم که دائم عهد خودم رو با خدا شکوندم. برای من دیگه امیدی وجود نداره. خدا چرا بخواد به من کمک کنه؟ و این دقیقاً همون چیزیه که شریر میخواد. امسال نذاریم که این اتفاق برای ما بیفته. مهم نیست چقدر عهد و پیمانها رو شکوندیم، مهم نیست چقدر کم آوردیم. امسال تصمیم بگیریم که نه، من کم دیگه نمیارم. نگاه نمی کنم به عهد و پیمانهای شکسته، به این نگاه می کنم که در تازگی که خداوند برای من مهیا کرده، در اون تازگی روح خدا، در جایی میخوام بایستم که فرزند خدا در اونجا میتونه بایسته. امسال میخوایم از این چیزا رد بشیم، میخوایم در جای درست خودمون بایستیم. دشمن میاد در جایی همیشه اردو میزنه که بین ما و او عهدهای شکسته ما باشه، قصورها و زمین خوردنهای ما باشه، فلاکتهای ما باشه و خودمون رو از بین ببریم. اسرائیلیان بی حرکت ایستاده بودند. میدونستن که عهد رو شکستن بارها و چاره‌ای جز سازش وجود نداره و اینها حاضر بودن برای هر سازشی یه جوری با وضعیت کنار بیان. در این داستان البته در دفعات آینده بهتون خواهم گفت، قهرمان داستان داووده، در اقتدار قرار داره، میپره وسط. ولی صحبت سر اینه که داوود همیشه در اقتدار قرار نداشت. بعدها میبینیم که در زندگیش چه گند بزرگی میزنه که تمامی این داستان جولیات رو همه رو تیره و تار میکنه. چرا؟ برای اینکه در جای اقتدار ایستادن باید آدم حواسش باشه که دائم در جای اقتدار بیسته، دائم در جای اقتدار بیسته، دائم در جای اقتدار بیسته. میدونید چرا؟ برای اینه که جولیات هم اسم داره، اسم دو پهلو، دو معنایی داره. اولیش آدم گردن کلفته، دومیش کسیه که هی میاد.
هی میاد. فکر میکنی که الان پیروز شدی، هی میاد، فردا میاد، پس فرداشم خواهد اومد، پس این فرداشم خواهد اومد. جزئیات در سطح مملکتی ما رو نگاه بکنید، هی میاد. اگر در یک کشور اروپایی 1/10 آنچه که در ایران اتفاق افتاده بود اتفاق میافتاد، تا حالا 10 تا رژیم عوض شده بود. ولی این جزئیات اهریمنیه، به این راحتی نیست. هی میاد و ما لازمه که هی در اقتدار قرار بگیریم. امروز در اقتدار، فردا در اقتدار، پس فردا در اقتدار. داوود در اقتدار قرار گرفت، بعداً فراموش کرد که باید در اقتدار قرار داشته باشه. و چه افتضاحی با زن اوریای هدی به بار آورد، برای اینکه جزئیات هی اومد ولی داوود هی نیومد و باعث کفر گفتن شد. خداوند خیلی جالبه، در اول سموئیل به داوود در این رابطه حرف جالبی میزنه. آیه 12، فصل 12 آیه 14 بهش میگه فرزندی که برای تو به دنیا اومد خواهد مرد. داره تنبیه میکنه داوود رو. چرا خواهد مرد؟ برای اینکه تو باعث کفر گفتن به اسم خدا شدی. در جنگ با جزئیات داوود پرید وسط و فردی رو که به اسم خدا کفر میگفت از بین برد. در جای اقتدار قرار داشت. اینجا در جای اقتدار قرار نداره، خودش باعث کفر گفتن برای خدا میشه. اگر برای فردی مثل داوود اتفاق میفته، برای من و شما چقدر بیشتر میتونه اتفاق بیفته اگر حواسمون جمع نباشه. جنگی رو که باهاش درگیر هستیم عزیزان بشناسیم. بدون شناخت این جنگ زمین خواهیم خورد و با شعارها و آمینها و هاللویاها و این حرفا این جنگ پیروزی به دست نمیاد. ببینید که تاکتیک دشمن چی هستش. از آیات 4 تا 12 جزئیات قدش 3 متره، بیشتر از 3 متره و میاد اون وسط. اولین سلاحی که دشمن داره ازش استفاده میکنه ایجاد ترسه. و جالب اینه که همه جزئیات ها، چه جزئیات هایی که در درونمون هستن، چه جزئیات هایی که در روابطمون هستن و چه جزئیات هایی که در مملکت هامون هستن، همه به یک شیوه دارن عمل میکنن. ایجاد ترس. عمدی رژیم داره تلاش میکنه که بگه چه تجاوزاتی داره انجام میگیره برای بچهای ما. عمدی تمامی اینها رو که چه کتک‌هایی چه فلانی با تصویر و اینا میندازه جلو. چرا؟ برای اینکه میخواد ایجاد ترس بکنه. این بابام جزئیات هم ایجاد ترس میکرد، همینجوری که خودش نمیومد که یه دونه اسلحه دار داشت که اونم کمتر از خودش نبود، میومد وسط و داد و هوا را مینداخت. این فردی که الان خواهد اومد قدش 3 متره، نمیدونم سلاحش اینه، سپرش اونه، فلان بهمان الست، تبلیغات و بعد اون یارو هم مثل غول بیشاخ و دم میومد وسط و شروع میکرد بد و بیراه گفتن و همه اینها ترس ایجاد میکرد. میدونید چرا؟ برادر ادوارد در اینجا گفتن همین نیم ساعت پیش، برای اینکه به چشم خودشون نگاه میکردن، با چشم ایمان نگاه نمیکردند. برای همین ترس وجودشون رو گرفته بود. در جزئیات هایی که در زندگیمون وجود داره عزیزان، ما احتیاج داریم که از طریق دید ایمان نگاه کنیم. ولی همینجور که اتفاق نمیفته. من الان از طریق ایمان بهش نگاه میکنم. نه، تا زمانی که با خدا در رابطه دو طرفه قرار نداریم، تا زمانی که این قسمت حمد و پرستش ما در اختیار ما نیست، در کنترل ما نیست، براش حاکم نیستیم، که به طریق ایمان که نمیتونیم ببینیم که
طریق ایمان دیدن که قرص نداره، که شربت نداره، که طریق ایمان زمانی در من ایجاد میشه که من در اون جایهای آسمانی با خدا در رابطه دو طرفه قرار دارم. طریق ایمان دیدن زمانی هستش که من در روی زانوانم با خدا در اون راز و نیاز عاشقانه هستم و هیچ چیزی بین من و خدا مانع ایجاد نکرده. اون هستش که در من طریق ایمان و دید ایمان ایجاد میکنه. وگرنه من شعارم با چشم ایمان باید نگاه کنی. زمانی که ایمان رو نمیدونم چه، زمانی که ایمان رو تجربهش نمی کنم هر روزه. قهرمانان ایمان، اونهایی که تونستن جلیات ها رو در زندگی هاشون بیارن پایین، افرادی هستن که هر روز با خدا در اون جایهای آسمانی حال میکردند. و ما برای یک چنین چیزی خونده شدیم. مسیحیت اینه. مسیحیت مذهبی نیستش که با خودمون این طرف اون طرف بکشیم. رابطه عاشقانه است که وجود داره و اون در ما چشمان ایمان رو به وجود میاره. در عهد عتیق ما داریم الیشع رو داریم و نوکرش داره میلرزه از ترس. الیشع برمیگه خداوندا برای یه لحظه هم که شده چشم، حالا حتما یه چیزی گفته، این جیهزی فلان شده رو باز کنه اقلا ببینه اون وسط چیه. و خدا چش جیهزی رو باز میکنه، میبینه که بیشتر از هزاران هزار لشکر آسمانی دور اینها حضور دارن. برای دیدن اون باید مثل الیشع بود، نه مثل جیهزی. و الیشع کشکی الیشع نبود، که الیشع زندگی الیشع رو داشت. و شما عزیزان من فراموش کنید تمامی اون عهدایی که تا حالا شکسته شده و رفته. فراموش کنید تمامی اون گناهانی که انجام شده. همه اونا رو فراموش کنید. امسال ما دعوت داریم که ایلاها رو نگاه نکنیم، بلکه به اون جایی که دعوت شدیم که درش قرار داشته باشیم نگاه کنیم. بندازیم همه اینها رو از خودمون و ببینیم خداوندا میدونی چیه، امسال میخوام این پرستش و رابطه دو طرفه من با تو چنان برقرار باشه که به هیچ عنوان ترس نتونه دست پای منو فلج کنه، برای اینکه من با ایمان نگاه خواهم کرد. من با ایمان همه چیز رو خواهم دید. دشمن ایمان ترسه که فلج میکنه که نتونه ایمان عمل بکنه. شک نیست، ترس باعث میشه که نتونیم قوت ایمان خودمون رو جاری بکنیم. دومین چیزی که این بابا داره به کار میبره تحقیره. میاد هر روز فحش و بد و بیراه میگه. میدونید تحقیر در ما چه چیزی رو به وجود میاره؟ در دل ما خشم به وجود میاره. و وقتی که خشم در وجود ما هستش، ما به درستی نمیتونیم تصمیم بگیریم، به درستی نمیتونیم انتخاب کنیم. راههای ما همش تمرکز خودشون از دست میدن. چقدر شده وقتی که عصبانی هستیم کارهایی رو میکنیم که بعداً پشیمون میشیم. این یارو میخواد این کارو بکنه، امسال باید حواسمون باشه. ترس نه. و در مقابل تأخیرها، در مقابل این کوچک شدنها، نه، اجازه نمیدیم. برای اینکه اینها باعث خواهد شد که من به جای اینکه در قوت ساکن بشم، در خشم و عصبانیت ساکن بشم. و وقتی اینطور باشه اشتباه خواهم کرد. سومین چیزی که داره به کار میبره حقیر دیدن خود ماست. داوود در اونجاست، میاد داداشاش همه اونجا حضور دارن، شاول اونجا حضور داره. حالا در جلسات بعد خدمت شما خواهم گفت داستان چی به چی هستش. ولی اگر داوود میپذیرفت که تو، داداشش بعدن عصبانی میشه، نخوندم براتون، تو اینجا چی کار میکنی؟ تو باید پشت سر گوسفندا میبودی. دشمن تلاش خواهد کرد که به ما هویت‌هایی رو بذاره که اون هویت‌ها رو باور کنیم. چون اگر باور کنیم بر اساس اون عمل خواهیم کرد. من کاملا مخالف هستم با این لغت که من اینجا کشیش هستم، شما اونجا عضو ساده هستید. ما کشیش و عضو ساده نداریم.
اینو باید از خودتون دور کنید. هر کدام از ما در کلیسای خداوند بر اساس عطایایی که خدا به ما داده، هر کدوممون در جای خودمون مخصوصیم. اگر شما اینو نمیبینید، شما دارید آنچه که خدا بهتون داده رد میکنید. نباید بکنید. شما در کلیسای خدا، در بدن خدا هستید، به عنوان سنگ زنده پهلوی هم گذاشته شده. اونطور که پتروس میگه که امارت خدا رو به وجود بیاریم. در کلام خدا ما هزاران هزار هویت در مورد خودمون داریم که عالی هستند و شیطان تلاش میکنه که این هویت ها رو باور نکنیم. یک سری هویت های چاخان رو باور بکنیم که دائم خودمون رو کوچک ببینیم. یادتون هست در معجزه 5000 نان 5000 نان بود و 7 ماهی. فیلیپوس خودشو کوچک میدید. نه، فیلیپوس امیدشو به پول بسته بود. اتفاقا آندریاس بود که خودشو کوچک میگید. هست چی میشه؟ جفتیشون، نه فیلیپوس نه آندریاس و نه بقیه، عیسی مسیح رو که اونجا ایستاده بود ندیدند. هویت ها رو بندازید دور. آنچه که خدا به شما میگه، اگر به عیسی مسیح ایمان آوردید، مهم نیست دیروز ایمان آوردید یا مهم نیست 20 سال قبل ایمان آوردید، اگر به عیسی مسیح ایمان آوردید، اسم خدا روی شماست. شما فرزند خدا هستید. روح خدا در شما ساکنه و میتونه بپری در شما قرار داشته باشه اگر بهش اجازه بدید. خدا میتونه شما رو در جایی قرار بده که از اونجا در مکان اقتدار بتونه جلیاتاتون رو بندازید پایین. پس حواستون به 3 چیز باشه. تاکتیک. ترس. برای اینکه برش غلبه کنید باید با دیده ایمان بهش نگاه کنید. برای اینکه دیده ایمان داشته باشید باید در رابطه 2 طرفه با خدا از طریق عیسی مسیح باید در اونجا قرار داشته باشید. 2 تحقیرها میاد. نذارید تحقیرها تمرکز شما را از بین ببره. 3 هویت‌های چخان رو باور نکنید. هدف غایی شیطان میدونید چه؟ هدف نهایی شیطان میدونید چه؟ اینجا جلیات داره میگه بفرستید با هم جنگ کنیم. هر کسی بر هر کسی پیروز بشه اون یکی رو بندگی خواهد کرد. هدف اینه که من و شما اسیر بشیم. هدف جلیات اینه که مملکت ما رو اسیر کنه. هدف جلیات‌های خانوادگی شما اینه که دائم فکرتون مغشوش باشه، گیر باشه به اونها. هدف جلیات‌های درونی شما این هستش که شادی و آرامش و امید و قوت شما را از شما بگیره. بندگی بکنید. هدف اینه. ما رو میخواد برای بندگی. در حالی که پولس میگه که در افسوسیان فصل 6 میگه که راه وجود داره که بر این دشمن بتونیم پیروز بشیم، بر مکرهای ابلیس، بر حیله‌های ابلیس پیروز بشیم، بر متدهایی که ما رو باهاش اسیر میکنه. بذارم بره اینا رو. به چه شکل؟ در مکاشفه خیلی دوست دارم اینو. میگه پیروزی با خون بره است و با کلام شهادت. با خون بره، با کلام شهادت. خون بره چیکار میکنه؟ خون بره استش که شما رو به رابطه 2 طرفه با خدا آورده. میخواید در رابطه 2 طرفه با خدا باشید، خون بره است. نجاتی که از طریق عیسی مسیح پسر خدا در صلیب جلجتا برای شما فراهم شده. کمتر از این هویت برای عیسی شما رو نجات نمیده، در رابطه 2 طرفه قرار نمیده. بنابراین خون بره باید حواستون باشه و کلام شهادت، آن چیزی که هر روز دارید میگید، اعلان میکنید من فرزند خدا هستم، من به خون مسیح بخشیده شده هستم و من امروز در مسئولیتم قرار دارم که بتونم جلیات ها رو
پایین بیارم. خون بره کلام شهادت. صحبت رو بعدها در یه فرصت دیگه ادامه میدم که خودش یه جزئیات دیگه‌ایه، ولی تصمیم بگیریم. امسال سال فروپاشیدن جزئیات هاست، چه جزئیات مملکتمون و جزئیات های کوچولویی که باش هستند، چه جزئیات هایی که در روابطمون وجود داره و چه جزئیات هایی که در درونمون وجود داره. بندگی نخواهیم کرد. پیروزی مال ماست. سرپا بایستیم. پیش از اینکه جلسه رو بدم دست شبان عزیزمون، یه دعایی بکنم. خداوندا تو رو شکر میکنم برای امروز. خداوندا برای افرادی که در خیابان هستن، خداوندا دعا میکنم گرمی حضورت در این روز سرد وجودشون رو فرو بگیره. خداوندا دعا میکنم خداوندا دلشون رو از قوت پر کن. خداوندا دعا میکنم خداوندا دورشون رو دیواری خداوندا احاطه کن، دیوار خداوندا روحانی. دعا میکنم بر فکرشون، بر مغزشون، بر قلبشون حاکمیت تو قرار داشته باشه خداوندا، و همینطور برای ایران عزیزمون. و دعا میکنم برای کلیسامون خداوندا، برای فردمون دارم دعا میکنم که امسال ای خداوند همه ما در این مساف، در آن اقتداری که فقط و فقط و فقط از تو میاد ایستاده باشیم، در آن پیروزی که فقط و فقط از خون بره و کلام شهادت ما میاد خداوندا ایستاده باشیم. دعا میکنم امسال سال تجربه این پیروزی باشه به نام عیسی مسیح. آمین.